خب سلام به همه. اول از همه بگم که اگه برای اولین بار کانال ما رو میبینی حتما ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن که گممون نکنی. خب همه اونایی که توی فیلم فرسان و رشت حضور داشتن دستگیر شدن و این خاطره اعظم آتوسا هم بالاخره گرفتن. گفته شده آتوسا تو رشت دستگیر کردن و عکسای مربوط به خارج کشورش قدیمی بوده که همون عکسای ترکیه بود. آتوسا قبل از دستگیریش فیلماشو توی اکانت اونلی فنزش به قیمت $10 به مردم فرو میکرد. خب چطور پیدا کردن فیلم اصلی رو هم که توی فیلم قبل کانال توضیح دادم، ولی خدایی فقط خدا باید با آتوسا رحم کنه. این دفعه باید یه گنگبنگ با قاضی و زندانبان و رئیس پلیس بزنه. اصلا بیا یه دست برای خودم بزنه، همه چی رو گردن میگیرم براش. همونطور که قبل گفتم آتوسا شوهر داشت و بعد از فیلم ازدواجشون به هم خورده، ولی اینطوری نبود و بعد از پخش فیلم ازدواجشون کاملا به هم نخورد. و مثل اینکه خود آتوسا یه روز قبل از دستگیریش استوری گذاشت که نامزدش هیچ مشکلی با پخش شدن فیلمش نداره و با میلاد تا ابد در کنار هم میمونن. خب منم دیگه اگه باید یه 80 میلیارد به طرف مهریه میدادم میگفتم تا ابد کنارش میمونم. اون قهرمان قایقرانی رو که یادتونه، همون سپهر ساعتچی که توی فیلم فرسان حضور داشت، بعد از گذاشتن وثیقه آزادی موقت خودکشی کرد، ولی هنوز نمرده، ولی توی بیمارستان بستری بود و شرایطش هم اصلا خوب نبود مثل اینکه. خب اگه از ویدیو خوشت اومد حدودایی، کانال ما رو حتما سابسکرایب کن و ویدیو رو لایک کن.